از روی نامیناسیای مذکور از روی نظامنامه آزمون زیاده از 30 رمان، 45 پوست، 130 حکایه و نویلا، دراماها، آچرکا و 5 یادداشت مطالعه نمودم. از آثار نظمی باشد 120 غزل، 200 رباعی و 2 بیتی، دیگر نوع‌های شعری و 250 بیت داستان از بر نمودم. با اجازه شما میخواهم غزلی را در وصف تاجیکستان قرائت نموده باشم. از استاد رستم وهاب. برج فانوس دل دریای ایمان، تاجیکستان. مطلع زرین خورشید خراسان، تاجیکستان. از ستاره نیست کم دلهای چرخان در مدارت، محور منظومه کیهان سامان، تاجیکستان. چون عقابان ناظری بر مرز پهنای سرعظمت، از فراز قله کوه بدخشان، تاجیکستان. حکمت سینا و شعر رودکی مشکل نداند، مشکل نبود که پیشت نیست آسان، تاجیکستان. حکمت سغدی و رشتانی و یشتانی ثمر شد، از نمنگان تا سمنگان همدل و جان، تاجیکستان. ای سعودی بی سرود و بی سکوت جاویدانه، نردبان آسمان علم و عرفان، تاجیکستان. در تو بودن سهل و آسان، با تو بودن سخت مشکل، بهر تو هر لحظه باید بود انسان، تاجیکستان. سال گذشته خود اشتراک داشتی؟ همچون خواننده مکتب؟ همچون خواننده مکتب صنف 11. در دور جمهوری اشتراک داشتی؟ اشتراک کردم، جای سزاوار جای افتخاری گردیدم. سلامت باش. از دانشجو علاقه؟ دانشجوی کرسی. ماینش نادر شنبه‌زاده چو گل ز مهر تو خاطر چمن چمن گل کرد. چو گل ز مهر تو خاطر چمن چمن گل کرد. ز کار خوب تو ای نازنین وطن گل کرد. رخت شدی در آفاق حسنت از شادی، به پیشواز به پا خواسته سمن گل کرد. زیادی خنده لعلت روان شیرینم، چشید آب حیات و به ملک تن گل کرد. ز فیض تربیتت غنچه دلم بشکفت، ز مهر معرفتت باغ فکر من گل کرد. شب به مجلس ما تا رسید نادر گفت، بیا که از رخ گلگونت انجمن گل کرد. تو یارم میشوی روزه لایق شیرالی. تو یارم میشوی روزه که من یاری نمیتونم، با من دل میدهی روزی که دلداری نمیتونم. دلم رو میبری روزی که مشت آه افسوس است، غمم رو میخوری وقتی که غمخوری نمیتونم. تو گل میکاری فصلی که زمین سرد است و یخبندان، من بیچاره هم راه مددگاری نمیتونم. گل افشان میشوی وقتی که من باشم خزان افشان، سرافشان میشوی وقتی که سرخوری نمیتونم. تو جان میبخشی آن ساعت که جانم رفته از قالب، بغیر از حسرت دنیا دیگر کاری نمیتونم. غایب سفرزاده اگر خواهی مرا یابی، اگر خواهی مرا یابی ز راه راست جویان شو، مرا از جوش موج زندگی مأواز جویان شو. چو در یک قله مقصود نیابی نقش پای من، ببینی قله در پشت آن پیداست جویان شو. اگر بخواهی بفهمی با کدامین ره روانم من، ز آب رود کان رو جانب صحراست جویان شو. اگر فهمیدنم خواهی به صحن گیر و داری سخت، ببینی بین مردان یک سری بالاست جویان شو. اگر خواهی بفهمی کیستم من، از کجایم من، ز بین مردمی که حامی دنیاست جویان شو. سیجون حکیمزاده بیت مهر خویشتن را می نویسم. بیت مهر خویشتن را می نویسم، نامه سبز وطن را می نویسم. سبز گردیدم به بزم خاک پاش، وصف این دشت و دمن را می نویسم. روزی ناموس وطن با قطره خون مصرع خاراشکن را می نویسم. در همه جا دست هرموز است بالا، خط مرگ اهریمن را می نویسم. تا دمی که زنده ام در دفتر دل یاد یاران کهن را می نویسم. نیست غمخواری دیگر مانند مادر، داستان مهر زن را می نویسم. عمری آدم را که می گویند یک دم بوده. اسکر حکیم.
عمر آدم را که میگویند یک دم بوده است. نیک بینم صحبت یاران همدم بوده است. روزی شادی گرچه میگویند بسیار است یار، آن که از شادی تو شادی کند کم بوده است. هرچی بر آدم رسد ناآدمی یا آدمی، لیک آدم باز هم محتاج آدم بوده است. گرچه دل را می کند غم سخت بیمار و خراب، چاره ساز جان بیغم باز هم غم بوده است. جوهری آدم باید دید، ورنه هر دوا بر یک نوش و به دیگر نیش و گوهر بوده است. آن جوان مردان که رفته قرضدار و قرضخواه، قرضهای عمرشان بر قرض ما زم بوده است. باشد از این پس به قدر عالم و آدم رسیم، که حیات ما به دنیا آدم و دم بوده است. کلمه محتاج چی معنی دارد؟ محتاج یعنی به یگام چیز نیاز داشتن. قسمت به طاق خانه هستی نوشته است. محمد غیب. قسمت به طاق خانه هستی نوشته است. مادر فرشته نیست، بلند از فرشته است. تسبیح زندگی است همه مهره های مهر، دردانه های عالم این نرم رشته است. ما خوشه زمین برومند مادریم، ما را چدان مهر به امید کشته است. سوزد برای ما ولی از جنس نور نیست، پروردگار جوشنش از گل سرشته است. بندد کمر به خدمت مادر فرشته هم، مادر فرشته نیست، بلند از فرشته است. اسکندر ختلانی: در خون من غرور نیاگان نهفته است. در خون من غرور نیاگان نهفته است. خشم و ستیزی رستم دستان نهفته است. در تنگنای سینه حسرت کشیدم، گهواره بصیرت مردان نهفته است. خاک مرا جزیره خشک گمان مبر، دریای بیکران و خروشان نهفته است. حال دل مرا تو ز تاب و توان مدان، شیر ژیان میان نیستان نهفته است. پنداشتی که ریشه پیوند من گس است، در سینه‌ام هزار خراسان نهفته است. کلمه نهفته است چی معنی دارد؟ یعنی خفته است، جایگیر شده است، مکان کرده است. با نزدیکتر نهفته، پنهان شده، جایگیر گرفته. پنهان شده است. هوای روحی مرا تازه کن با آمدنت. فرزانه. هوای روحی مرا تازه کن با آمدنت. بهشت را به زمین کوچ ده به یک سخنت. چرا به تهنیت خفتگان نمی آید پیام صبح فروزت، طلوع شب شکنت. قسم به عشق که رشک فرشته خواهم شد، اگر به من بفشانی غبار پیرهنت. چو ارمغان دلم ارمغان نوروزی است، بگیر صدقه تیغ نگاه ریشکنت. تو را تمامی آفاق دوست می دارد، یقین که دوست ندارد کسی شبیه منت. کلمه ارمغان. تحفه. تحفه. تابنده کن به لطف چراغ نجات را. تابنده کن به لطف چراغ نجات را. افروز با حضور عزیزت حیات را. روزی ازل برای تو دادند ارمغان، نیکوترین خجسته ترین صفات را. از سرخ منبرت بفرستان درود سبز، خورشید و چشمه را و جماد و نبات را. حال مرا به از همه کس درک میکنی، گر آزموده تو چنین حسیات را. تنها نه من که ای شرفاین فیض بخش، آفاق دیده است ز تو التفات را. کامل تر از تو در دو جهان هم نیافتم، چون پر زدم تمامی این کائنات را. سهم دعای کیست که دل کار؟ سهم دعای کیست که دل کار میکند؟ با هر تپش به عشق کی اقرار میکند؟ طفل است طفل ساده و پیرانه میتپد، پیر است پیر و شادی بسیار میکند. رسم فلک همیشه همین باشد از ازل، گل میکناند اولو پس خار میکند. شکر خدا که گیتی بدگشت کچخیرام، این یک دو روز گردش هموار میکند. 100 سال شد که تیغ زدی و گریختی، زخم دلم هنوز هم آزار میکند. آنی که یار را نتوانیست یار داشت، نایار را چگونه به خود یار میکند. کلمه سهم در مصرع اول چی معنی دارد؟ به یگام چیز سهم گذاشتن یعنی که نقش گذاشتن برای یگام چیز، نقش خود را اجرا کردن، گذاشتن. صدای آه نهانی مرا نمیشنوی. صدای آه نهانی مرا نمیشنوی.
زی برج عشق از آنی مرا نمیشنوی. میان قهقه مستانه قدح نوشان شکست شیشه جانی مرا نمیشنوی. سپرده دل خود را به شیوه های غریب سکوت درد زبانی مرا نمیشنوی. در آسمان لب جاویدان چشمانت صدای پای گمانی مرا نمیشنوی. شبی که جان بدهم در فراغ بالی تو شرفه پری جانی مرا نمیشنوی. ما روبای دو بیتی ده میگذاریم. دو بیتی نظم نو ساغر می نویسم. نظم نو و ساغر می نویسم. نه از سر و صنوبر می نویسم. هم از سوگم هم از سوگم هم از سوگ به هر سطر کبوتر می نویسم. در مذهب عشق تو مرا تعلیم است. در مذهب عشق تو مرا تعلیم است. علمی که میسرم شده تسلیم است. بر مسند اهل آسمان است گواه خورشید که سوی قبله در تعظیم است. دل آب نما تا دل آبت گرید. دل آب نما تا دل آبت گرید. تا در دل آب آفتابت گرید. آنگونه بیزی که بعد جان کندن تو پنهان ز جماعه گورکابت گرید. از کدام دوستان پورا میدونی؟ داستان مردستان را به پورگی میدانم از استاد ابوالقاسم لاهوتی. داستان مردستان ابوالقاسم لاهوتی پارچه از سروش استالینگراد، وادی حصار و سیاه هندی میرزا ترسونزاده. از سال گذشته یگان شیلوان نشدن در دوم یک سال. نشدگی استاد از سروش استالینگراد سروش دویمش از یاد کردم استاد. فقط اولش بود سخن بود تمام. سروش یک و دو نبود. داستان مردستان رو با پورگی میدونید؟ بله استاد. یک چند جمله میپرسم و من یک مصرع میخونم دوام شد. باشد. سبز و پرجلوه کاج‌ها در آن. سرو و پرجلوه کاج‌ها در آن. تکرار نکنید شما دوام شد. سروها همچو قامتی جانان. پیش آن سر بود از مرمر یا ز پولاد و سنگ یک گوهر. رسمی آن ده بودین که هر ساله همه زنها به موسمی لاله خوردنی های خوب می پختند، نخل می ساختند و شربت قند. سوی جنگل ترانه‌خوان خرسند. کودکان را گرفته می رفتند. هر یک از آن زنان غالیه موی بوسه می زد بر روی پیکر شوی. می نشست او به پیش آن پیکر همچنانی که با خود شوهر کشید از دل زار. اشک می ریخت همچو ابری بهار. لیک وقتی که از نکونامیش یاد می کرد و خوش سرانجامیش از چنان عشق بی‌نظیر و بلند خط خمیده سیاه پوشیده. گوی از کائنات رنجیده سوی جنگل چو شاخه بی برگ دست برداشت آن فرشته مرگ. بیرق خرمی کشیده با ما. کاروان وطن رسید از راه. بیرق خرمی کشیده با ما کاروان وطن رسید از راه. وقتی شب هر کسی به خاطر شاد سوی بنگاه خود به راه افتاد. آن مسافر که آمد از ره دور گشت این قصه در سخن جهان. شیره دل و جان است. لایق هدیه بر دلیران است. بر دلیرانی تشکر است. سمیرا بانو نباشد در روی خط ادبیات نثری که پیشنهاد کردگی هستین تفاوت میان سال گذشته امروز چی است؟ رمان‌های من 25 تا بودن. من باز گویم 5 رمان دیگر خوندم و سرای سنگ را 2 قسم. سرای سنگ قسم 1 و 2 کتاب، عشق سرخور، گذشت ایام، سربازان بی سلاح و ننگ و ناموس محیدین خوجایف اضافه شده. سرای سنگ استاد عطامیر خوجا کدام دوره‌ها را فرا میگیرد؟ وقتی که امارات بخارا از میان میرفت، سالهای منقیطه شاه یوسف علی خان و محبت خان. ابرزش نامبر کرده میتونی؟ بله استاد. کیها هستن؟ شاه محبت خان، برادرش یوسف علی خان، اینچنین قهرمان پهلوان جهانگیر نام داشت. نبیره‌اش میرزا عزیز، میرزا نسیم و اینچنین دوران. اثر صحنوی خواندگی هستی؟ اثرهای صحنوی خواندگی هستم استاد. اثرهای معلم عشق خورسندی خاله خوانده بودم. فقط در اینجا وای شد سبب شد که اضافه کرده نشد، لیکن خواندگی هستم استاد. مسند رودکی خواندگی است. نه وای جوانی ابن سینا اساتی ملغزاده خواندگی هستم و باز دیگر اثرهای چند ساله بود؟ حسین 18 ساله بود به فکر. سمیرا امین از رمان دو خونده فصلایش را نبرید. باشد. یکمش دره نیهان باز هست کشدمی تگی بوریا موش حسابی همدونه از گلستان به گلستان از گلستان به گلستان روشنایی حیاتی نو. نه روشنایی حیاتی نو از صوفی جوانی ما بود. باز وای همین دره نیهان برای چی دره نیهان میگفتن؟
وی از چشم‌ها نهان بود. وقتی که به طرف وی اگر نگاه می‌کردی تا به درون وی نداری از بیرون دیده نمی‌شد. در بین دو کوه‌های حصار و کوه‌های باباتاق قرار داشت و نام دیگری او را تنگین‌ها نیز می‌گفتند. در اینجا استاد صدرالدین خود اثر با تصویری دره نهان آغاز می‌یابد. وقتی که استاد صدرالدین عینی می‌نویسند که به طرف آنجا می‌رفتی در درون کوه گویا یک با مانند سوراخ کلام بود. وقتی که به درونش می‌درآمدی اول از نزد تو یک چشمه می‌گذشت و همون جلوی آفتاب در همون چشمه نمایان بود. وقتی که از درون آن می‌گذشتی الکی به درون دره نهان وارد می‌شدی. تشکر زیاد. از دختر آتش جلال بعضی فصل‌هاشون نام بره. در بدری دوست و دشمن دلارام کنیز. دلارام کنیز در بدری دوست و دشمن. در بدری درباره چی می‌رود این فصل؟ وقتی که دلارام کنیز وفات می‌کند و فیروزه الکی در بدر می‌شود و او را اول به خانه و او را به خانه دلارام کنیز مشکاب احمد جان مشکاب به خانه خواهری زنی وی میبرند. بعد وی باز به خانه وی سروری دیه گوییم خب از پویست جوگی سوربون من همین دو خواهره که بعد جوگی ها گرفتار میشن که ها بودن. اولی وی کلونیش نازجان بود که نام خودش را با نام مادرش خالجان میگفت. یک موسفیدی بسیار پیری وی بود که بله در اولی اثر بود. وقتی که از اتوبوس نازجان میفراید اولین با این موسفید گفتگو میکند و خانه خویشان خود را میپرسد و به خانه که در همسایگی همان موسفید جایگیر داشت به آنجا میرود. من این پوست را قسم اول و دومش را مطالعه کردم که قسم دومش را مطالعه کردم. کدام واقعه های دربار میگرد قسم دومش؟ الکی واقعه های زمانی استقلالیت. بله واقعه های جنگ شهروندی. من واقعه هایی که جنگ شهروندی تصویر شده است در حیاتی باز تکرار میشه جوگیان کدام لحظه ها رو تصویر کرده شده؟ در آنجا آنها را صاحب کلخوز میکنند. از همه واقعه جالب ترین اثر که برای من بسیار قسم یک که گفت ساده قسم دویم نقل کنید وقتی که واقعه های جنگ شهروندی میشه کدام حادثه ها کدام واقعه آنها به مسکو میروند برای کار کنی بسیارشان جای نمییابند. بله مهاجرت میکنند. قهرمانای اثر خدای قول، اومد قول نازجان، خودی خالجان، تقای بیک و دیگر قهرمانای دیگر. در قسم دوم باز یک واقعه همه خیر روی میدید برای که اونجا هر دو مادر و دختر گرفتار میشن. اونها کی بودن؟ با جوگیان گرفتار میشن. حیاتشون با جوگیان میپیوندند. در قسم دوم مادر و دختر؟ بله. در خاطرم هست معلمه وای مادر و دختر آنها در اولی اثر تصویر یافته است که در همانجا دختر را به یک شخص پیر به شوهر دادنی می شود ولی دختر روزگی نمی‌دهد و از خانه‌اش می‌گریزد و به جوگیان گرفتار می شود. روایت سعودی ساتی مرغزاده خواندم من. خوب درباره ویرکان معلومات ویرکان پسری ریوخشیان نامی پسرش شرکویچ او یکی از پهلوانان بود گویم هم خطا نمیکنیم که بر ضد ملک ابن اورایب می جنگد و بعد لحظه واخوری او با نانیمانچه اصلا دختری جامعه شویزنکی بود که در همون دیه آنها جامعه های آدمان را میشستند کم بغل بودن بله و او به خانه آنها آمده لباس های آنها را گرفته میشست. چه قهرمانی نشان میدهد نانیمانچه؟ نانیمانچه وقتی که ویرکان را ملک ابن اورای با فریب مغلوب میسازد در همون جا میدود و به عسکرها هجوم میکند و میگوید که شوهر من بیگناه است از نو جنگ ماند و خودش را در همون جا آبادان میکند که این بسیار یک قهرمانی زنی جوانی تاجیک در همون لحظه ها به حساب میرفت. خب سپیتامانی سوربون خواندم. کدام لحظه قهرمانی سپیتامون تصویرات خوب دارد در این پویست؟ لحظه های قهرمانی سپیتامون در همونجا بر ضد دشمن جنگ کردنش هست. بر ضد دشمن بسیار هم مردانه جنگ میکند و همون مرد کودکک رو سپیتامین میگوید که چون سپیتامین قهرمان شود و بزرگ شود برای همین قدر او رو سپیتامین مینامد. چی نکنه به هلاکت میرسه؟ سپیتامین چقدر به هلاکت میرسه؟ سپیتامین از دست زنش به فکرم کشته میشد. کمتر فراموش شده کمتر. خب سنگ در بغل با طوفان ستار ترسون مرحمت قهرمانش زیاد نیست. نام برید و تصویر کنید که برای چی همین نامش بسیار رمزی است. سنگ در بغل با طوفان شرط دیدم کمتر سیوژتش رو گپ زنید. چیزی جالبی اثر این است که همه این واقعه هایی که در اثر تصویر یافتند در یک روز سرمای زمستان به عمل می آید. قهرمان مرکزی اثر رشاد است که وی سه سگ دارد: خالدار،
обдор ва малла. ва дар ин ҷо боз духтари дӯстмедоштаи ӯ ҳаст, Насрин. Собир аст ёрдамчии вай, гӯем ки ҳамроҳи вай, шарики вай, ва инчунин Акбар ки буд Саиди Акбар. хуб манамин чӣ куштора нақл кунед, чӣ хел ҳодиса рӯй медиҳад? ба сабаби чӣ рӯй медиҳад ҳамин куштор? ҳамон Рашод дар дили худаш ҳамон кинае ки Саиди Акбар духтари дӯстдоштаиро ба занӣ гирифтааст мепарварад ва дар ҳамон доманаш гӯям мисли як санг аст. Барои ҳамин қадар шумо пештар савол додед, барои ҳамин қадар санг дар бағал ба тӯфон ном гирифтааст. вақте ки Саиди Акбар меояд, бо ҳамроҳии онҳо меҷангад ва ҳамон кордро Рашод ба пушти Саиди Акбар мезанад ва Рашодро бошад аспи Саиди Акбар ба қатл мерасонад. ба андешаи шумо барои чӣ чунин ном дида шудааст? ҳамон кинаро дар дилаш мепарварад. ҳамон кина ба вуҷуд меояд ки тамоми сабаби ин ҳодисаҳои мадҳуш гардад. хуб боғи нӯшин. боғи нӯшин дар бораи як духтараке меравад. нӯшин ки буд? нӯшин ҳамон духтараке ки бибиаш вафот мекунад ва ӯро ҳамон қаҳрамони асар гирифта ба хонаи худаш меорад. Агарчанде ки занаш набуд, вале ӯро гӯем ки дӯст медошт, аз сабабе ки вай хурд буд, ӯро ба занӣ намегирад, ба занӣ гирифта наметавонад. ҳамон нӯшин вақте ки тамоми зару зеваре ки аз ҳамон қаҳрамон ба дасти ӯ мерасад, рафта ба бечорагон тақсим мекунад, чунки худаш бечора буд. ва вақте ки зани калонии ҳамон бой ӯро аз ин кор манъ мекунад, аз ин пас ӯ дар рахт мекорад ва дар ҳамон ҷо шуд кифоя аст. нависандаи маҳбуби шумо? нависандаи маҳбуби ман гӯем Садриддин Айнӣ, Ҷалол Икромӣ, Сотим Улуғзода. аз нависандаи муосир замони нав вай муаллима Гулрухсор Сафиева ва Кароматуллои Мирзоро дӯст медорам. аз Гулрухсор Сафиева чӣ хондаед? Занони Сабзбаҳор. хуб киҳо буданд он занони Сабзбаҳор? занони Сабзбаҳор буданд Зебо, Нишона, Марҷон. Марзия дар ин ҷо ба монади образи манфӣ аст. Зебо маълумоте? Зебо духтаре буд ки дар ҳамон Сабзбаҳор вақте ки тамоми мардон ба ҷанг меравад, ӯ ҳамчун раис ба кор буд. Вай зани Саид буд ва дар ҳамин ҷо на танҳо онҳо деҳаро дар вақти набудани мардон ҳифз мекунанд ва пой мехезонанд, ва балки барои ҳамон иштирокчиёни фронт боз озуқа ҷамъ карда равон мекунанд, ки ҳама ин корҳо тавассути Зебо меравад. кадом повест ба шумо маъқул аст аз романҳо, аз повестҳо ва очеркҳои ва кадом аст беҳтаринаш ба шумо? аз повестҳо зиёдтар баъде ки Осиёб Озмонро дӯст медорам. аз романҳо? аз романҳо Занони Сабзбаҳор ва инчунин романи Фирдавсиро зиёд дӯст медорам. хуб романи Фирдавсӣ, шумо дар бораи Фирдавсӣ лаҳзаи манамин муносибати ӯ бо аҳли оилааш ҳам лаҳзаро нақл кунед? дар вақте ки асар тасвир меёбад, Ҳушанг 22 сола аст ва Манижа 8 сола. зани вай Фотима Боно аст ки аз вай 10 сол фарқ мекунад ва бисёр зани дар назари Фирдавсӣ ҷавону зебо метавад. инчунин дар хонаи ӯ хизматгорзане ҳаст ки бо 2 фарзандаш зиндагонӣ мекунад. Фирдавсӣ ба аҳли оилааш умуман меҳрубон буд. дар ин ҷо дар вақти кӯдакӣ Манижа ташкил ёфтааст. хоб мебинад Фирдавсиро? хоб мебинад ки ҳамон писараш ба болои бом баромадааст ва тамоми мардум ба тарафи ӯ нидо мекунанд. ва баъд ин ба назди муаббир Абутоҳир меравад ва муаббир ба ӯ мегӯяд ки саломат бошед. ташаккур зиёд. устодо саволое ки додам ҳама фаҳмо буд? бале устод. қабул аст? қабул. ба шумо муваффақият ба рӯи кор. ташаккур. саломат.